دشمنان وحشی و درندخو و ظالم عالم اسلام و ملت ایران و امت اسلامی، این دشمنان بالاخره مجبور خواهند شد در مقابل اسلام زانو بزنند و انشالله خواهید دید و انشالله در بیت المقدس که اینقدر برای اینها مسئله بیت المقدس مهم است، انشالله شماها در اونجا نماز خواهید خوند به توفیق الهی و شما جوانها انشالله امروز رو خواهید دید و بدانند به توفیق الهی این توطئه هایی که دشمن داره انجام میده، این تدبیرهایی که علیه ملت ایران دارن انجام میدن، با وجود تبلیغات وسیعی که دارن برای مشکوب کردن ذهنها و مخلوط کردن صحنه تبلیغات میکنن، با وجود این تبلیغات همه این تدابیری که دشمن داره انجام میده به توفیق الهی به ضرر خود او تمام خواهد شد. شما جوانهای عزیز به توفیق الهی شکست آمریکا رو خواهید دید، به توفیق الهی به زانو در آمدن صهیونیسم را خواهید دید، به توفیق الهی عظمت و عزت نهایی ملت ایران رو مشاهده خواهید کرد. رحمت خدا بر امام بزرگوارمون، رحمت خدا بر شهدای عزیزمون، رحمت خدا بر همه مجاهدان راه حق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.